بعد از اینکه موادگذاری کل ریشه موها رو انجام دادم، اسپری آب می‌زنم تا سفیدک نزنه. یه خط کج جدا می‌کنم. این خط کج گذاشتم برای اینکه مشخص بشه بافت هلندی من کجا قرار می‌گیره. بافت هلندی ما دقیقاً روی این خط کج قرار می‌گیره. اون طرف استم دقیقاً به همین شکل خط کج جدا می‌کنیم. دوباره میام این طرف یه خط کج دیگه جدا می‌کنم، ولی باید دائم با قسمت سمت راست چک کنم که این خط دقیقاً با هم دیگه قرینه در بیاد. پس تنها راه این که بتونید بافت قرینه بزنید بدون اینکه جای آینه باشید اینه که با دو نشونه فاصله بافتتون تا خط فرق رو اندازه بزنید و اون طرف دقیقاً روی خطی که جدا می‌کنید بافتتون قرار بگیره. حتما باید موها رو اینجوری توی دستتون بپیچید و نگه دارید تا بتونید راحت‌تر خطای تقسیم بندی رو چک کنید. چندین بار جای مختلف دو نشونه رو می‌زنم تا مطمئن بشم هر دو طرف دقیقاً به یک اندازه و یک شکل هستن. تنها هزینه این آموزش یه لایک ساده است. حتما کانال رو به دوستانتون معرفی کنید و با حمایت از کانال بهمون انرژی بدید. دوباره این طرف سر دقیقاً قرینه اون طرف یه بافت هلندی میزنم و تمام اون نکاتی که تا الان بهتون گفتم باید رعایت کنید و نذارید حین انجام بافت دستتون از روی این خط برداشته باشه، چون بافتتون ناقرینه در میاد.